با سلام به کانال یادگیری علی آموزگار خوش اومدید. با یادگیری اکسل در خدمت شما هستم. در این بخش به آموزش نحوه افزودن نمودار به برنامه اکسل میپردازیم. در اینجا من یک پروژه‌ای برای شما آماده کردم که بودجه ماهانه خانوار رو مدیریت میکنه. میبینید که یک خانوار به چه صورت حقوق میگیره و به چه صورت هزینه کرده در یک ماه. میدونید که هدف اکسل اینه که ما بتونیم داده هامون رو هرچه بهتر تجزیه و تحلیل کنیم. برای این کار یک سری از ابزارها رو در اختیار ما گذاشته که نمودار یکی از اونهاست. برای افزودن نمودار شما باید حداقل 2 سری از اطلاعات رو انتخاب کرده باشید. خب اجازه بدید من این نمودارهایی رو که قبلا اضافه کردم حذفشون کنم، به این صورت که سری اول یک رشته و با کنترل نگه داشتن کنترل سری دوم که اعداد هستن رو انتخاب میکنم. خب تا اینجای کار ما 2 سری از اطلاعات رو انتخاب کردیم. سری اطلاعات ما ممکنه رشته باشد، ممکن است عدد باشه، ولی باید 2 سری انتخاب شده باشه. حالا نوبت اون میرسه که بریم به منوی اینزرت، بخش چارت و قسمت Insert Column or Bar Chart. اگر من این رو انتخاب کنم برای من چند گزینه در اختیار میذاره که یک گزینه 2 بعدی هست، یک گزینه 3 بعدی هست و باز یک گزینه 2 بعدی از مدل میله‌ای یا بار و یکی هم 3 بعدی میله‌ای از نوع بار که من در اینجا میام قسمت دوم و این قسمت ستونی رو انتخاب میکنم. خب نمودار من به صفحه اکسل من افزوده شد و راه اطلاعات رو دقیق‌تر داره به من نشون میده که من به چه صورت این هزینه ها رو انجام دادم. تا اینجا اطلاعات خوبی رو به ما بازخورد میده، اما اگه بخوایم اطلاعات دقیق‌تر رو داشته باشیم، من اومدم به این پروژه 2 سری از رشته‌های عددی دیگه رو بهش اضافه کردم. گفتم به این صورت که اگر از مبلغ 2 میلیون بیشتر هزینه کرد بود مازادش رو بیاد در سری دوم بذاره. خب اگر دقت کنید در اینجا مشخص کرده که اونهایی که بیشتر از 2 میلیون خرج برداشته یا هزینه برداشته برای من به صورت قرمز در آورده. حالا اگه من بخوام اینها رو بیارم روی نمودار و واضح‌تر بتونم ببینم، به این صورته که باز دوباره من میام 2 سری خودم رو انتخاب میکنم. سری اول مبالغ پایه و سری دوم مبالغ مازاد. به همین صورت به منوی اینزرت میرم در قسمت چارت و بخش اینزرت کالوم. در اینجا هم من میتونم هر مدلی رو که دلم خواست انتخاب کنم. من این مدل رو انتخاب میکنم که این باز بهتر به اصطلاح اطلاعات رو بهتر در اختیار بیننده قرار میده. به این صورت ما میتونیم نمودارها رو به صفحه اکسل اضافه کنیم. اما یک نکته دیگه که بخوام در ادامه بگم، شما میتونید این نمودار رو با استایل ها و سبک های متفاوتی نمایش بدید. اگه دقت کنید وقتی که نمودار در حالت انتخاب هست یک سربرگی داریم به نام چارت دیزاین. در اینجا در بخش چارت استایلز شما میتونید استایل های متفاوتی رو به نمودارتون بدید. هر استایل رو که میبینید برای اون پروژهتون خوبه انتخاب میکنید و به این صورت ما میتونیم اطلاعات رو بهتر و واضحتر در اختیار کسانی که میخوان از این برنامه استفاده کنن قرار بدیم. امیدوارم که از آموزش این بخش خوشتون اومده باشه. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون از توجهتون. تا بخش بعدی، خدا حافظ.